الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد رحمه الله تعالى، والشارح فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان حفظه الله تعالى. وقفنا عند الاستقرار في المدينة ونزول باقي الشرائع وإكمال الدين. موضوع درس امروزی ما در بیان آن که الاستقرار یعنی در مدینه منوره، در مدینه پیغمبر علیه السلام برقرار شدن و نازل شدن باقی قانونهای الهی و مکمل گردیدن دین مقدس اسلام. صاحب متن رحمه الله می‌فرماید که فلما استقر بالمدینه امر ببقیه شرائع الاسلام. وقتی که جناب پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم در مدینه قرار گرفتند، یعنی برقرار شدند، با باقی قانونهای اسلام مأمور شدند، مثل الزکات والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. مثال میارم همچون زکات و روزه و حج و جهاد و اذان و امر به معروف، امر به کارهای پسندیده و بازداشتن از کارهای ناپسندیده و غیر ذلك من شرائع الاسلام، و غیر از آن از دیگر قانونهای اسلام. اخذ على هذا 10 سنین، به همین اسلوب یعنی که 10 سال را دوام داد. و بعدها توفی صلوات الله و سلام علیه، بعد از آن بعد از 10 سال علیه السلام وفات کردند. و دینه باقی، و هذا دین او باقی است، این است همان دین او. لا خیر الا دل الامه علیه، یگان خیر نیست که امتی خود را به آن دلالت نکرده باشد. ولا شر الا حذرها منه، و یگان بدی نیست که از همون بدی امتی خود را تحذیر و نهرسانیده باشد. یعنی هم را گفت است. والخیر الذي دلها علیه التوحید، و از همه بهترین آن چیزی که به همان دلالت کرد بعد از آن وفات کرد التوحید و توحید است. و جمیع ما یحبه الله و یرضاه، و جمیع آن چیزی که الله او را دوست می داشته باشد و پسندیده او باشد. و شر الذی حذر منه الشرک و جمیع ما یکرهه الله و یأباه، و از همه شر به معنی بدتر میشد، و از همه بدترین آن چیزی که از او امت را حذر کنانیده بود این شرک بود. و جمیع آن چیزی که الله او را ناخوش میبیند، یعنی بد میبیند، و یأباه، او را ابا میکنه، یعنی که کریهه ولم یرضه، او را بد میبیند و مثل گریم روزش نمی باشد. بعثه الله الى الناس کافه، الله سبحانه و تعالی او را به سوی مردم همچون کفایت کننده فرستانید. و افترض الله طاعته على جمیع الثقلین او ثقلین الجن والانس، و الله تعالی طاعت او را به جمیع دو طایفه یعنی مخلوقات، یعنی جن ها و انسان ها، طاعتش رو چی گردانید؟ افترض، فرض گردانید. و دلیل قوله تعالی قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. دلیل قول الله سبحانه و تعالی است نسبت آن که به جن ها و یعنی که انسان ها و مبعوث شدنش، ای مردم، اینی بگو ای مردم به درستی من رسول الله هستم به سوی همه شما. چون که اینجا نس هم مردم هم انسان ها رو در نظر دارده و جن ها هم در نظر داره. خود شیخ انشاءالله میفرمایند. وقال الشارح حفظه الله تعالى هذا كما سبق بيانه أن الشريعة نزلت بالتدريج حتى تكاملت ولله الحمد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
این چخیلی که بیان این معلومات های این گذاشتم که پیش در درس‌های گذشته گفتیم شریعت به تدریج نازل شد. این آیسا اول این بعد از اون حتی به کمالات رسید شریعت. شکر الله پیش از وفات پیغمبر علیه السلام و انزل الله علیه و در آخر الله سبحانه و تعالی به او آیت زیرین رو از سوره مائده نازل کرده گفت الیوم اکملت لکم دینکم، امروز من برای شما دینتان را مکمل کردم و اتممت علیکم نعمتی، نعمت خود را به شما به اتمام رساندم و رضیت لکم الاسلام دینا، و من برای شما دینتان را همچون اسلام پسندیدم. وبعد نزول هذه الآية بمدة يسيرة توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودينه باق إلى أن تقوم الساعة. وبعد نازل شدن این آیه اندکی بمدت یسیره به مهلتی اندکی جناب پیغمبر علیه السلام وفات کردن و دین او باقی است تا قائم شدن قیامت. و اکمل الله به دین، و به همون دین را یعنی که چیکار کرد؟ مکمل گردانید. و دلیل قوله تعالی، دلیل قول الله سبحانه و تعالی است که این صاحب متن گفته است شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله الیوم اکملت لکم دینکم، من امروز برایتان دینتان را مکمل کردم و اتممت علیکم نعمتی، و نعمتم را برای شما ارزانی دادم، به اتمام به پره گردانیدم و برای شما دینتان را همچون اسلام برگزیدم. یعنی همه دین ها یک نومی معین داشتن، اما دین شما را همچون اسلام پسندیدم. دیگه دین ها یعنی که معناش به طریق به معنای عام همش اسلام بودن، اما که نومشون اسلام نبود. وقال الشارح فلم يتوفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بعد أن أكمل الله به الدين. سبحان الله. وأتم به النعمة. جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تا الله تعالی به توفیل او دین را مکمل نگردانید و نعمتش را پر نگردانید و یعنی که وفات نکرد. و انزل علیه قوله تعالی، و به او یعنی که قول الله سبحانه و تعالی را نازل گردانیده شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز من برایتان دینتان را مکمل کردم و نعمتم را برای شما ارزانی دادم و مکمل کردم، به اتمام رسوندم، به پرگی رسوندم. دیگه حاجت یگان نعمتی نمی باشید، همه بهترین نعمت برای شما نعمت اسلام است و برای شما دینتان را همچون اسلام پسندیدم. نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف في عرفة في حجة الوداع. این آیه مذکوره نازل شد بر رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که او در عرفه گفتگی جا در حجة الوداع که حج خیر و منظور آخرین حج پیغمبر علیه السلام بود، از روز جمعه همین آیه نازل شد. و عاش بعدها صلی الله علیه و سلم مدتا یسیرا، بعد از اون جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدتی اندک یعنی که حیات به سر برد و انتقل الى رفیق الاعلی، و رفیق بالا انتقال کنه، به پروردگارش برگشت. و ترک امته على المحجة البيضاء لیلها کنهارها، و امتی خود را بر یک حجتی سفیدی که شبیه او به مانند روزش می باشد، که روزی او یعنی که اون بیگون چون چرا است. نعم، لا یزیغ عنها، یعنی که روگردان و روتاب نمی باشد از این حجتی بگیم روشن، مگر همون کسی که هلاک شود. یعنی هر کسی که از این دین، از این حجت پیغمبر علیه السلام آوردگی روگردان و روتاب باشد که مل کند، البته باید که به هلاکت رسد، یا در این دنیا یا که در آخرت. فی هذه الآیه شهادة من الله سبحانه و تعالی علی کمال هذا الدین، در این آیه کریمه شهادت است، گواهی است از جانب الله سبحانه و تعالی بنابر کمالات این دین و شموله لمصالح العباد، یعنی که و دلیل است شامل بودن این دین، یعنی که این دین در درونش دارد تمامی فایده هایی که به فایده چی می باشند؟ بندگان می باشند، خواه فایده دنیا باشد و خواه آخرت باشد. و حل قضایاهم و مشاکلهم، و در همون دین حل مشکلات و پرابلم های یعنی که اون امت هست. قضایا مشکل هست.
مسئله های اونها الى ان تقوم الساعه تا برپا گردیدن قیامت و هو صالح لكل زمان و مکان. اون یعنی که اون دین صالح است، پسندیده است، فایده آور است برای تمامی این لایق است، لایق برای هر زمان و هر مکان. که اونجا بله معنوش درست همین و یک معنای خوبتری دیگه این است که صالحون و مصلحون. فهمیده؟ صالحون و مصلحون یعنی که این در هر یک زمان و در هر یک مکان این دین خودش صالح است. صالح معنوش اینه یعنی که راست می‌بیاید و در هر یک زمان در هر یک مکان با مصلح هست، هر یک چیزی که مدر اصلاح می‌کنه که دین هست. لا يحتاجون بعده الى شریعت اخرى، بعد از اون به یگان شریعت دیگر احتیاج نمی باشند، حاجتمند نمی باشند یا که نیازمنده. او الى کتاب ینزل، یا که به یگان کتابی که او را نازل کرده شود، او الى رسول یبعث بعد الرسول صلی الله علیه و علی آله و سلم، یا که محتاج به یگان رسول نیستند که او رسول بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی که فرستانیده شود. فما من قضیه تجد وما نازله تنزل إلى يوم القيامة إلا وفي شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلها والحكم فيها. فما من قضية تجد يكون پرابلم جدي نسكي، يكون پرابلم يكون مشكلي نسكي و مشكلي بشكل جدي باشد. وما نازلة تنزل تا روز قیامت یگون چیزی نیست که تا روز قیامت که نازل شود فرود آیت سر همی امتنده الا و فی شریعه، مگر همون پرابلم هست در شریعت محمد علیه السلام، حل همون مشکله و حکم در امان هست. ولكن الشأن في من يحسن الاستنباط والاستدلال في الأحكام والقضايا. ولی شأن چیست که امروز همه مردم نمیتونن. بعد سوگیره میگوید که در بعضی کشورهای روی زمین مثل آفتاب نمیبرند، چقدر نماز خوندن نمیدونن. هم خلاصه یا که مثال گیریم بعضی چیزای نواوری دیسن در یک تغییرات دیسن در روی زمین در عبادت تو نمی. این یعنی که مشکل این فی من یحسن، فقط حل این در چه؟ در همون کسی است که نظم میتونه استنباط کردن، یعنی از آیات‌های الله سبحانه و تعالی، از احادیث جناب پیامبر صلی الله علیه و آله حکم گرفتن، استنباط گفته یک حکم یک مسئله را گرفتن یا که دلیل گرفتن در احکام، در قضایا، در مسائل. فاذا توفر اهل العلم، وقتی که اهل علم موفر شوند، یعنی چی شوند؟ پر شود واقعا باید یعنی که اهل علم باشند. و اهل الاجتهاد الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد، و اهل اجتهاد برپا شوند، اون اهل اجتهادی که شرطهای اجتهادی در اونها باشد. فان هذه الشریعه کامله، واقعا یعنی که این شریعت چیست؟ کامل پر است. و فيها حل المشاكل كلها، در این شریعت حل تمام مشاکل هست. و انما يحصل النقص من ناحیتنا نحن، اما یعنی که هر کم بودی که میشود تنها این از جهتی خودی ما است، نه از جهتی این دین مطهره. من ناحیت قصور العلم، از جهتی از ناحیه یعنی کم علمی میشود. و عدم ادراک ما انزل الله سبحانه و تعالی، و درک نکردن اون چیزی که الله سبحانه و تعالی را نازل کرده است. او من ناحیت الهوا، یا که از روی نقطه نظری خواهشات نفسانی اصلا انسانی که نظر به کتاب الله و سنت پیغمبر نمیکنه، خودسرانه کار میکنه، همین کم بودی همین سر میزنه. بیان یکونه هنا هوا یصرف عن الحق، مثلا در اونجا یک خواهشات نفسانی میباشه که از حقیقت انسان باز میدارد. و الا فهذا الدین صالح، وگرنه این دین صالح و مصلح است و شامل است، در برگیرنده است و کامل، در مکمل است. قد اغنى الله به الامه الاسلامیه، یعنی که الله سبحانه و تعالی به طفیل این دین تمام امت اسلام را چه به نیاز گردانید که نیازمند دیگر ادیان و دیگر قانون‌های غیر الهی نمی باشند. الی ان تقوم الساعه، این یعنی که کمالات تا برپا شدن قیامت میشد. اذا ما عملت به حق العمل و رجعت الیه فی امورها، وقتی که تو چیکار کنی به همون عمل کنی حق العمل، یعنی که عملی حقیقی و مراجعت کنی به سوی این دین فی امورها، در تمامی کارهایش. فی امورها یعنی امور راجع به سوی امت اسلامیه.
زمیر راجع به سوی امت اسلام. وقتی که در تمام امورش هم امت اسلامی چیکار کنن؟ مراجعت به چیکار کنن؟ اگر این میگم مثلا عملتش بگیم اگر ما خودی مخاطب گفتید است، اگر عملت بهی بگیم اگر همین ضمیر چی توی تانیث علامتی آن است که الامه الاسلامی مثلا اذا عملت بهی خب ترش عملت میشه حق العمل و رجعت الیه. تمام امورش مراجعت به همین چیکار کند؟ همین دین کند. بله. قال تعالی الله سبحانه و تعالی فرمود فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقتی که شما در یگان چیزی همینجاندش نکیره مثلا است، چون که خب پرابلمی دینی باشه، خود دنیوی باشه، خود اخروی باشه. وقتی که شما در یگان مسئله چیکار کنید؟ بین یکدیگر نزاع و کشمکشی و بحث کنید، فردوه همون مسئله که باعث بحث شده است او را برگردانید به سوی الله، به سوی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. الرد الى الله و الرد الى کتاب الله. رد به سوی الله معناش این است که او را برگردانیدن است به کتاب الله، و الرد الى رسول الله بعد وفاته و الرد الى سنته. رد به سوی پیغمبر صلی الله علیه و معناش اینه که بعد وفاتش مراجعت به سنت او صلی الله علیه و سلم کردن. قال تعالی الله تعالی فرمود و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله. در کدام کاری که نباشه شما اختلاف کردید، حکم او به سوی الله سبحانه و تعالی است. فهذه الآية فيها رد على الذين يرمون شريعة الإسلامية بالقصور. این آیت رد است، یا که در این آیه رد است، این آیت ردی است علیه کسانی که چیکار میکنند؟ اسلام دینی شریعت اسلام را یرمون بالقصور، یعنی به کمبودی تهمت میکنند. ما یرمون معنی تهمت میشه اینجا. اسلام چی میکنن؟ شریعت اسلام یعنی نقصاندار است، گفته تهمت ها میکنن. او نقص، یا که مثال گیریم این نقصاندار است میگم من الملاحدتی و زنادقتی، از عمری ملحد ها و زنادقه. زنادق کی بود؟ کسانی که ظاهرا مسلمان من در باطنش چه کفر است. او انصاف المتعلمین الذين قصرت افهامهم عن ادراك اسرار هذه الشريعه. یا که نیم طالب علم، انصاف المتعلمین نیمچه خواندگی ها، کسانی که مثلا گیریم فهم و ادراک فهمشون کم بودی میکنند در کردن اسرار این شریعت. فنسبوا القصور الى الشریعه. پشتی هم یا که زنده بودنش، یا که ملاحظه با یا که از جهت نقصان علمشون نسبت میدهند کمبود، تمامی کمبودی‌ها را به شریعت مطهره. ولم يعلموا ان القصور من عندهم. نمیدانند که این کمبودی از طرف خودشون است، خودشون است. ففيها رد على من اتهم الشريعه بالنقص. خلاص میگه در این آیه رد است علیه کسانی که شریعت مطهره را با کمبودی دار اتهام میکنند و انها لم تتناول حاجات العباد. و تهمت میکرد که این شریعت اسلامیه در بر نمیگیرد تمام حاجات بندگان را. ما مجبور هستیم که در بعضی حالات چیکار کنیم؟ از شریعت برآمده بیرون از شریعت کار کنیم. مصالح العباد، فایده های بنده ها در دنیا این نیست میگه الی ان تقوم الساعه، تا قیامت قائم شدن. او قال یوم میگه که اینها مخصوصه بالزمان الاول. یا که میگن که این شریعت اسلامیه مخصوص به زمان دوران یکم است. لان كثير من الجهال اذا قيل لهم هذا الحكم الشرعي، چون که بسیار از جاهلا هستن که چون برایشان گفته شود که این حکم شریعت است، قول میگن که هذا زمان الرسول و زمان الاول. این زمان پیغمبر در نظر دارد، این زمان یکمی اولین امت اسلام در نظر دارد. اما الان تغیرت الاحوال و تبدلت الامور. اما امروز باشد احوال دیگر شده و کارات دیگر شدن تماما. و الاحکام شرعیه هذه لاناس مضوا. احکام شریعت باشد، این احکام شریعت امروز برای مردمی گذشته هست، ولی مشاکل انتها و برای پرابلم های هست که این پرابلم علاقتش دیگه تمام شده است. یقولون هذا، این میگویند و هذا کفر بالله عز وجل. حالا اینکه کفر است به الله عز وجل و تکذیب لقوله تعالی. اینا بر سخن الله تعالی این تکذیب میشن، ناباوری میشن. الیوم اکملت لکم دینکم. ما امروز برای شما دینتان رو مکمل کردم.
اکمل الله الدین لهذه الامه، الله سبحانه و تعالی این دین برای این امت چیکار کرد؟ مکمل گردانید. الی ان تقوم الساعه، تا قایم شدن قیامت. لکل زمان و لکل مکان، در هر زمان و در هر مکان. این یعنی که این دین چیست؟ همون پرگش دارد. ولی کلی جیل من الناس، برای هر یک نسل از مردم. جیل گفته نسل. وفيها رد أيضا على المبتدعة الذين يحدثون عبادة من عند أنفسهم وينسبونها إلى دين. در این آیه نیز رد است علیه اهل بدعت، کسانی که یک عبادت نوی را ایجاد میکنند از پیش خودشان و اون عبادت را به دین اسلام نسبت میدهند. وليس فيها دلیل من کتاب الله و سنت رسوله صلی الله علیه وسلم، حالا اینکه در اون عبادت نو ایجاد کردهشون یکون دلیل نه از کتاب الله است و نه از سنت رسولش صلی الله علیه و علی آله و سلم. و انما ابتدعوها باستحسانهم او بتقليدهم لمن يحسنون به الظن من المخرفين واصحاب المطامع والشهوات، فيحدثون في الدين عبادة ما انزل الله بها من سلطان. نعم. و انما ابتدعوها، برعکس خودشون غیر ایجاد کردن به سبب معقول دانستنشان، یعنی این بدعت حسنه میگن، او به تقلید، یا که به سبب تقلید کردنشون برای کسانی که به او گمانی نیک دارن، در حق گمانی نیک دارن. مثلا من ببینم مثلا کی هستن که با این اهل بدعت و در حق به گمانی نیک میکنن؟ المخرفین، این خرافات پرست ها، و اصحاب طمع، یک طمع دارن، طمعمند، و اصحاب شهوت، یعنی که میخواد که من نقشی خودش پیش برد. فیحدثون فی الدین، چون این کسا در دین یک نوآوری میکنن عبادت را که الله سبحانه و تعالی نسبت آن یگان حجت را نازل نکرده. سلطان به معنی حجت است. وقد قال صلی الله علیه و علی آله و سلم، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: من احدث فی امرنا هذا، کسی در این دین ما یگان چیزی را نوآوری کند، ما لیس، آن چیزی را که لیس منه، همون اساس و سرچشمه نداشته باشد در دین، فهو رد، و رد است. رد به معنی چیست؟ مردود است، یعنی مردود علیه، غیر مقبول، قبول نیست، یعنی که حدیث گذشته. و قال علیه الصلاة والسلام، جناب پیغمبر علیه الصلاة والسلام نیز فرمود: و ایاکم و محدثات الامور، خود را از کارهای نوآوری خودداری کنیتون، فان کل محدثه بدعه، زیرا تمامی چیزی نوآورده شده در دین این بدعت است. و کل بدعت ضلاله، و کل بدعت ضلاله، و تمام بدعت این گمراهی است. یعنی که حدیث ها گذشته تخریجشون. فالذي يحدث عبادات ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس اون کسی که عبادت های را ایجاد میکند که نسبت اونها یگان دلیل از کتاب الله و سنت پیغمبرش علیه الصلاة والسلام نباشد، فانه متهم لهذا الدين بعدم التمام. چون این آدمی بدعت آور و تهمت کننده است نسبت همین دین، یعنی این دین تهمت کرده شده است به تمام و پر نبودنش. و هو یرید ان یکمل دین من عنده، این به طور خود میخواهد که این دین چیکار کنه؟ از پیش خود مکمل و به کمالات رساند. ولا یعترف بتکمیل الله له، اعتراف ندارد به کمالات رسانیدن الله سبحانه و تعالی نسبت این دین را، یعنی که آیتش میشونه نمیبینیم. فما لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون من بعده دينا أبدا. هر چیزی که در عهد در دوران پیغمبر علیه الصلاه و السلام دین نبود، البته او بعد او هم دین نخواهد شد هرگز. فهذا رد على هذه الطوائف، این سخن رد است علیه همین طایفه‌های نوآور و خرافات پرستان. الطائفه التي تقول ان الاسلام لا يصلح لكل زمان، اما اون طایفه کسانی که میگن که اسلام برای هر زمان موافق نمی باشد. الذين يبتدعون البدع المحدثات التي ليس لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وينسبونها إلى الدين، ففي هذه الأمة رد عليهم. یا که کسانی که نوآوری میکنن بدعت های نو ایجاد شده را، التي آن بدعت های را که لیس لها، اینا نسبت اینها یگان دلیل از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و نیست و ایشان باشن چیکار میکنن؟ و اینها را نسبت میدن به دین اسلام. ففي هذه آیه، در این آیه کریمه رد است علیه ایشان. لأن الدین اکمله الله سبحانه و تعالی، زیرا دین را الله سبحانه و تعالی به کمالات رسانیدگی است. فلا مجال للزیادة فيه، یگون حاجتی یگون جایی علاوه کردن در این دین نمانده است. ولا نقصان، یگون کم بودن نیست. ولا مجال للتشکیک و تلبیس بانه لا یصلح لاهل الزمان المتأخر،
یگون یعنی حاجت و یگون جای نمانده است برای شکاوری کردن یا که پیش در پیش انداختن این امت یا که مردم بی‌سواد که گویا که این دین برای هر یک زمان برای اهل زمانی دیر آمد یا که بعد آمد درست نمی باشد. الیوم اکملت لکم دینکم، الله سبحانه و تعالی میفرماید که امروز من برای شما دینتان را مکمل کردم. هذا کلام الله سبحانه و تعالی، این کلام الله سبحانه و تعالی است و هو اصدق القائلین، از همه یعنی که سخنگویندگان صادقترین سخن را میگوید. و قال تعالی، و فرمود الله تعالی که و اتممت علیکم نعمتی، و نعمتم را برای شما ارزانی دادم، پره کردم. و رضیت لکم الاسلام دینا، برایتان دین را همچون اسلام پسندیدم. هذا آخر ما نزل علی النبی صلی الله علیه و سلم، این آخرین آن چیزی که به جناب پیغمبر علیه السلام نازل شد. و هو شهادت من رب العالمین لهذا الدین بالکمال والشمولیت والصلاحیت لكل زمان و مکان. این از جانب الله سبحانه و تعالی همچون یک شهادت است از جانب پروردگار جهانیان نسبت این دین به کمالات و به فرا گرفتنش همه چیز را و صلاحیت، بهبودی، فایده برای هر یک زمان و برای هر یک مکان، هر یک دور و هر یک نسل. فقوله تعالى خطاب لهذه الأمة من أولها إلى آخرها، و سخنی او سبحانه و تعالی خطاب است برای این امت از اولش سر کرده تا آخرش. وليس خطابا للجيل الاول، نه اینکه مثال گرمی خطاب است برای نسل اولی این امت فقط. انما هو خطاب لكل الامه الى ان تقوم الساعه، برعکس این خطاب است، خطابی پروردگار برای هر یک امت تا قائم گردیدن قیامت. وأما الإجماع، أما إجماع چیز، فقد أجمعت الأمة على وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يخالف في هذا إلا المخرفون الذين يقولون إن الرسول ما مات وينفون الموت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اما اجماع چیز، اما اجماع بس به تحقیق امت یعنی اتفاق شدن و وفات رسول صلی الله علیه و سلم، یعنی جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم مردنش متفق است، همه یکون کس اختلاف ندارد که او مرده است. مخالفت نمی کند در این موضوع، در این مسئله وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم الا المخالفون، مگر خرافات پرستان، الذين يقولون، کسانی که میگویند که ان الرسول ما مات، رسول به درستی نمرده است میگویند، و ينفون الموت عن الرسول صلی الله علیه و و مردن را از رسول صلی الله علیه و انکار میکنند. هذا کلام ساقط، این یک سخنی افتیده است، این قدر قیمتی ندارد. کلام مردود واضح، یک کلام رد شده هویدا است که جای پوشیدگی نیست. یرده الحس والواقع، حس و واقعیت و واقعیت یعنی چیکار میکنه؟ رد میکنه. فإن الرسول صلی الله علیه و سلم توفی بین اصحابه و غسل و کفن و صلی علیه، به درستی زیرا که رسول صلی الله علیه و سلم وفات کرد در پیش صحابگانش و او را شستن، او را کفن کردند، نماز جنازه خواندند و دفن علیه الصلاة والسلام و او را دفن کرد علیه الصلاة والسلام. هل هذه الاعمال تعمل مع انسان حی؟ آیا این کارا را به انسان زنده انجام داده میشه؟ یا آدمی زنده میشه که فهمش کرده؟ عمل رسول صلی الله علیه و معامله الاموات غسل، و جناب پیامبر صلی الله علیه و معامله کرده شد چه که معامله کرده میشه به مرده ها، یعنی مثال میده غسل او را چی شسته شد و کفن کردش پیچیده شد و صلی علیه نماز جنازه خوندن. ثم دفن صلی الله علیه و سلم فی قبره، بعد از آن او صلی الله علیه و سلم را در قبرش دفن کردند. هذه سنة الله عز وجل في خلقه. خبرات بختان كيمي أو أزور سبحانه الله. هذه سنة الله عز وجل في خلقه، إن سنة الله عز وجل در خلقه. ثم أين الرسل الذين من قبله؟ بس سؤال بميوم در کجا هستن اون رسولانی که قبل رسول صلی الله علیه و سلم بودن؟ سنت الرسل الذين من قبل، سنتی و سنتی همون رسولان است که قبل از او بودن. و قد ماتوا و هم نیز مردن و هو واحد منهم يموت، و یکی از اون رسولان است او هم نیز میمیرد و مرنده بود که مرد. هذا بإجماع أهل السنة والجماعة، إن باتفاق علماء أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في هذا إلا المخرفون. وإن نسبة دارين موضوع دارين مسألة يكون كس مخالفات لم يكن مگر كساني خرافات پرست باشن، الذين يتعلقون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به
من دون الله، اون کسانی که چی علاقه دارن تعلقون خودشون می آویزن و رسول صلی الله علیه و سلم، یا که تعلق دار میگیرن با رسول صلی الله علیه و سلم و با او فریاد رسی میکنن با غیر از الله و یقولون هو حی، میگن که با زنده است، ما دعای ما رو میشنوه و ما هر بلا در سر ما میآید یا رسول الله ما رو لبیک میگوید. و دلیل علی موته صلی الله علیه و سلم قوله تعالی صاحب الموت میگوید انک میت و انهم میتون، به درستی تو میرنده هستی و به درستی و هم میرنده بودن. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، سپس به درستی شما در پیش پروردگارتان در روز قیامت میان یکدیگر یعنی که چیکار میکنید؟ خصم و جنگ و جدال و بدبینی میکنید. وقال الشارح النبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله به الدين، جناب پیامبر صلی الله علیه و که الله سبحانه و تعالی با او به سبب او دین را مکمل گردانید و اتم به نعمت به طفیل او پر به اتمام رسانید، توفاه الیه و را میران به سوی خود برد، کما هي سنت الله سبحانه و تعالی فی خلقه، چنانه که این سنتی الله سبحانه و تعالی است که در خلقش چنین سنت جاری میکند. کل نفس ذائقه الموت، تمام صاحب النفس چشنده لذتی چه مرگ است. والانبیاء و رسول داخلون فی هذا العموم، در این عموم تمام پیغمبران و رسولان داخل خواهند شد. کل نفس ذائقه الموت، فالنبي صلی الله علیه و سلم قد توفی، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم به تحقیق وفات کرد و انتقل من هذه الدنيا الى ربه عز وجل، از این دنیا به سوی پروردگار عز و جلش انتقال کرد. و هذا ثابت بالنص والاجماع والقياس، این ثابت شده است به متن کتاب و سنت و به اجماع امت و به قیاس عقلی. اما النص ففي قوله تعالى، اما دلیل از قرآن و حدیث کریمی که قول الله سبحانه وتعالى که فرمود انک میتون و انهم میتون، هذا اخبار من الله لرسوله صلی الله علیه و سلم انه سوف يموت، این خبر دادن بود، آگاه کردن بود از جانب الله سبحانه و تعالی برای پیغمبرش رسول الله صلی الله علیه و سلم که او زود خواهد مرد. انک میتون ای تموت، یعنی که میمیری. فیقال للذی یموت هذا میت، اون کسی که میمیرد اینو میگن که میت، یعنی که میرنده است. و اما الذي توفي بالفعل يقال له میت، اما اون کسی که فعلا مرده است و اسم میگن میتش میگن میت، اون کسی مرنده میگن، اما کسی مردگی باشه ولی که هیچ میگن میتش میگن به تخفیف. لقوله تعالی او من كان میتا فاحییناه، آیا بس اون کسی که مردگی بود و بس ما او را زنده کرده میگن میت. المیت هو الذي فارقت المیت هو الذي فارقت روحه جسده. میت گفتون کسی میگن که چه روحی و از جسدش جدا شدگی باشه. اما المیت عکس الله است. اما المیت كذا فهو الذي سيموت في المستقبل، عکس الله است. و یکمش باید که به تخفیف باشه. اوکی؟ میت گفته اون کسی رو میگن که میگن روحش از جسدش جدا شدگی است. اما المیتو اوکی طور گفته من، اما میت اون کسی رو میگن که سیموت فی المستقبل. کتاب آیامده بگم چی پیشت کردگی صوفی بوده نیو که مثال بگیم اما آهنو با هم دست رسونده شیطان. خاتمة الإيمان بالبعث، أكو يقول خاتمة مو خاتمة بأي إيمان بالبعث پیوستش اینه خاتمه، یعنی که کتاب تمام شده است. خاتمه کتاب همه رساله درباره چه؟ الایمان بالبعث میشه، ایمان آوردن به زنده شدن بعدی مردن. و الناس اذا ماتوا قال يعني صاحب المتن رحمه الله تعالى والناس اذا ماتوا يبعثون، میفرماید که مردم چون میرن ایشون رو زنده خواهد کرده شد. والدليل قوله تعالى، دليل قول الله سبحانه وتعالى منها خلقناكم، از همان زمین شما را آفریدیم و فیها نعیدکم، و به همان زمین
شما را خواهیم برگردانید و منها نخرجکم تارة اخرى و از همون زمین شما را بار دیگر زنده خواهیم کرد، یعنی که برخیزانید میبرانید. وقال الشارح رحمه حفظه الله تعالى انتقل الى اصل آخر. اکنون صاحب متن به دیگر اصل انتقال کرد، یعنی که این مسئله تمام شد به دیگر اصل گذشت. و هو الایمان بالبعث، و این اصل عبارت از چیست؟ عبارت از ایمان آوردن و زنده شدن بعد مردن. انه لیس المراد موت فقط، یعنی این بعث مقصدش یعنی این است که تنها مردن نیست. نحن علمنا والكل يعلم حتى الكفار والملاحدة والزنادقة، ما میدانیم و همه میدانند، حتی کافرها و ملحدها و زندقها كلهم يعلمون انهم لا بد من الموت. البته مردن هست. مشکلی در چیست؟ مشکلی در زنده شدن است. لا احد ينكر الموت، یگان کس منکر مردن نیست. لانه شیء محسوس، چون که یک چیزی یعنی حس کرده شده است، همه حس کردن میتونه. لكن الشأن في البعث بعد الموت، ولی شأن در زنده شدن بعد مردن است، یعنی که انا همین است مسئله در همین موضوع. هذا هو محل النزاع بين المؤمنين والكفار، محل النزاع و کشمکشی بین مؤمنها و کافرها همین است. البعث بعد الموت یعنی زنده شدن بعد مردن. و هو اعاده الاجسام التي تفتتت وصارت رميما وترابا وتفرقت في الارض. این دوباره برگردانیدن جسم هاست. خلاص اعاده الاجسام، جسم ها دوباره برمیگردن. التي آن جسم هایی که تفتتت میده شده و صارت رمیما البالی من كل شيء، کهنه و ترابا خاک شدن و تفرقت فی الارض و در زمین پراکنده شدن. باد هر طرف گرفت، ممکن بعضش لای کرده دیوار هم کرده باشد. تعاد و تبنى، همون جسم ها را دوباره برگردانیده می شود و از نو بنا کرده می شود کما کانت، طوری که پیش بود. لأن القادر على انشائها اول مرات قادر على اعادتها، زیرا اون ذاتی که قادر بود به ایجاد کردن اونها بار یکم، اون نیز قادر است به دوباره برپا کردن اونها. ثم تنفخ فيها الارواح، سپس دمیده می شود در اون جسم ها روح ها را. ثم تتحرك، بعد از آن اونها در حرکت می درآیند. و تسیر من القبور الى المحشر، از قبرها برخسته به حشرگاه ها خواهند رفت. لقوله تعالی، بنابر قول الله سبحانه و تعالی: یوم یخرجون من الاجداث سراعا كأنهم الى نصب یوفضون. روز می شود که ایشان می برند من الاجداث ای من القبور، از قبرها می برند، سراعا مسرعین، چقان. هم خلاص سراعا چقان، كأنهم الى نصب یوفضون، چخیلی که باید ها را الى نصب الاصنام التي كانوا يعبدونها، همون بتهایی که عبادتشون میکردن که خودی که به طرفی باید ها یوفضون، ای یعنی که بین یکدیگر یستبقون، مسابقه میکنن. همون چخیلی که یکو مراسم ها میشود که برای همین بدبختها، برای کافرها بعد حرکت میکنن که در همین مراسم رفته یکم ثواب بگیریم، یکم اجر ثواب برای ما میشه. اما خیلی دارن که چیزای بود پرستا سال به یک بار میشه دیگه، اون مراسم ها دارن که سال عید دارن، بعد میخوان که یکم یا که من شیعه های بدبخت مثلا گیریم وقتی که ماه محرم میشه چه خیلی زنجیر شب کرده با اگر دیگه باشه و شمشیرها قطع سراشون میبرن، میخوان که همش حرکت میکنه یکم خونولود هوای شد. الان در قبر وقتی میخیزنشون همون که تپر میخیزن میرن خیاراشون که همونجا برن که انه خوده که، ولی که میدونن که اونجا نمیرن. همین خیلی چقان برامده به محشرگاه میدوان میرن که خوده که در دنیا به طرف همون
قبر حسن و حسین داویدن کار نخیر میرن این بدبخت شیعه و من تبعهم. و قال تعالی یخرجون من الاجداث، الله تعالی فرمود از قبرها میبراین کأنهم جراد منتشر. خودی که باید چی باشن؟ ملخ ها باشن. جراد برای چی میگذاری؟ فی کثرتهم. ملخ ها خیلی چیز دو سه دست خود یک ملخ بارین روی هم خیزانا کرد و تموجهم، یعنی که موجود این بالای وای و سرعت سیرهم کل جراده دارن شقان رفتنشون مانند ملخ های پراکنده. مهطعین الى الدع، شقان هستن. مهطعین الى الدع الى صوت المنادی، شقان هستن به طرفی چی؟ به طرفی آواز همون ندا کننده. هر جا که ندا هست همون جا دوان روان هست. لا احد یتخلف، یگون کس دیر نمیماند. فهذا البعث حق لا ريب فيه، انا همین زنده شدن بعد مردن حق است، در اون یگون شک و شبهه نیست. و من انکره فهو کافر بالله عز وجل، کسی منکر آن شود او کافر به الله عز وجل است. والایمان بالبعث هو احد الارکان السته، ایمان آوردن و زنده شدن بعد مردن این یکی از 6 رکن هاست، یعنی یکی از 6 رکن های ایمان است. التي قال فيها النبي صلی الله علیه و سلم، همون هایی که یعنی اون 6 رکنی که جناب پیامبر صلی الله علیه و نسبت آنها گفت که ان تؤمن بالله و ملائکته، ایمان میاری به الله و به فرشتگانش، و کتبه و رسوله، و ایمان میاری به کتابها و رسولانش، و الیوم الاخر، به روز آخر، و تؤمن بالقدر خیره و شره، و ایمان میاری به تقدیر نیکی و بدیش. فمن لم يؤمن بالبعث واليوم الاخر، کسی زنده شدن بعد مردن و به روز آخر ایمان دار نباشد، فانه یکون کافرا بالله عز وجل، چون این کس کافر به الله عز وجل خواهد شد. نعوذ بالله. ولو شهد بان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، گرچه که شهادتی ان لا اله الا الله را یعنی که گفته باشه، شهادت داده باشد و به رسول بودنی محمد صلی الله علیه و سلم شهادت داده باشد، ولی ولو صلی، گرچه نماز خواند و صام روزه داشته باشد و حج کرده باشد و زکات میدادگی باشد و فعل طاعتی تمامی کارهای طاعت انجام میدادگی باشد. فاذا انکر البعث او شک فیه، وقتی که منکر بعث شود یا که شک و شکاوری کند در اون، فانه یکون کافرا بالله عز وجل، چون این کس کافر به الله عز وجل خواهد شد. و ادله البعث كثيره منها قوله تعالی، دلیل ها نسبت زنده شدن بعد مردن خیلی بسیار هستند. از جمله قول الله سبحانه و تعالی که آنجا فرمود منها خلقناكم، ای من الارض، از زمین، حینما خلق آدم علیه السلام ابا البشر، وقتی که آدم علیه السلام که پدر بشریت او را آفرید. و فیها نعیدکم، و در همان شما را برمیگردن، یعنی بعد الموت فی القبور، بعد مردن در قبرها برمیگردن شما را. و منها نخرجکم تارة اخرى، هذا هو البعث، و از همان شما را بار دیگر میبرارم، این است زنده شدن بعدی مردن. فهذه الآية تضمنت البدء والإعادة، همین آیت میگه در بر گرفته است هم سرآغازی خلق شوی آدم را و به همونجا با دوباره برگردانیدن، به اعاده، یعنی با دوباره از اونجا، یعنی که باری اول و باری دوم، باری اول از زمین بود و باری دوم از زمین میخیزیم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى والله أنبتكم من الأرض، الله ذات است که شما را از زمین رویانید. حینما خلق منها آدم علیه السلام، وقتی که آدم علیه السلام از اون آفرید. ثم یعیدکم فیها، ای بالموت والقبور، با شما را در همان برمیگرداند، یعنی به مردن و به قبر کردن. و یخرجکم اخراجا، و شما را میبرارد از همون زمین و برآوردن، تاکید است. هذا هو البعث، این چی میگویند؟ زنده شدن بعد مردن میگویند. یخرجون من القبور، از قبرها میبرن ایشان، و یسیرون الی المحشر، به حشرگاه میروند، یا که محشرگاهشان میگویند مرحوم توجیه. قال تعالی، الله تعالی فرمود قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون، در همان شما زندگی میکنید، یعنی حیات به سر میبرید در زمین، و فیها تموتون، و در همان زمین میمیرید، و منها تخرجون، و از همان شما زنده خواهد کرده شد. ای تحیون علی ظهرها، در بالای زمین زندگی میکنید، و فیها تموتون، در آن میمیرید، و منها تخرجون للبعث یوم القیامه، و از همان با زنده
زنده کرده برآورده می شود یوم القیامت در روز قیامت. هذه ادله من القرآن علی البعث، این است دلیل ها از قرآن نسبت زنده شدن بعد مردن نیز. یوجد دلیل علی عقلی من القرآن نفسه، با دلیل عقلی هم نیز یافت می شود از قرآن خودش. و هو ان الذي قدر على البداءة قدر على الإعادة من باب أولى. یعنی اگر دلیل عقلی گیرد، اینم از قرآن آمده است میگوید که همون ذاتی که قادر شد به على البداءة در سرآغاز در بار یکم، اون نیز قادر است یعنی که به طریق اولا از باب اولا بعد دوباره همون راست کردگی چیزشه به دوباره راست کردنش. و هو الذي يبدأ الخلق، و ذات است که سرچشمی یعنی مخلوق را می آفرد، ثم يعيده، با او را دوباره برمیگرداند. و هو اهون علیه، و یعنی که چی است؟ ایسر علیه، هم بسیار آسان است. با بسیار آسان تر است میگو از اون، اگر نگاه کنیم میگو از اون بار یکم با اینش میگو آسان تر است. ولی المثل الاعلی، صفت های یعنی که مثلا صفت های علیا از اون اوست فی السماوات و الارض، در آسمان ها و زمین. و هو العزیز الحکیم، یعنی العزیز معناها الغالب على امره لا يعجزه شیء، همه خیلی غالب است به تمام چیزها که یکون چیز را عاجز نمیگردن. الحکیم الذي یجری افعاله على سنن الحکمت و المصلحت، اون ذات میگه که تمام افعالش جاری میکنه به یک سنت حکمت، به یک روش حکمت و یک مصلحت. الحكيم الذي قدر على إيجاد الناس من عدم قادر على إعادتهم بعد الموت من باب أولى. یعنی همون ذاتی که قادر است به ایجاد کردن مردم من عدم، از نیستی، همون ذات با قادرم هست به دوباره برگرداندن نیروها، دوباره یعنی که زنده کردن نیروها بعد از مردن از بابی اولا، یعنی از طریقی تنبول میگوید بزبان رسول. هذا دلیل سمعی و عقلی، این دلیل سمعی میگوید که از قرآن رو میشنوید، عقلی گفته عقلتون اگر کار کند همینم درک میکنید. و من ادله علی البعث، بعضی از دلیل ها دایری زنده شدن بعد مردن، ما یحصل للارض من الحیات بالنبات، اون چیزی که برای خود زمین روی میدهد از حیات به سبب چی؟ به سبب گیاهات که میروید زمین زنده میشه. انت ترى الارض میته، تو زمین را مرده میبینی، لیس فیها نبات جردا، تو زمین مثلا میبینی که مرده است، در وی یگان نبات نیست، جردا بحاصل. ثم ان الله سبحانه وتعالى ينزل عليها المطر، سپس میبینی که الله سبحانه وتعالى برای این زمین باران را میبارد، میریزاند. ثم ينبت النبات، بعد میرویاند چرا؟ نباتات را. الذي كان هشیما میتا، همون نباتاتی که هشیم خشک بودن، میتا مردگی بودن. تذروه الرياح بگوید که بودن باز رویان. كذلك الاجسام، همچنین جسم ها فی الارض، در روی زمین، كانت مخزنه فی الارض، در زمین خزینه کردگان. فینزل الله علیها مثلا، بالایشان باران را میباراند. ثم تنبت الاجسام، بعد جسم ها میرویند و تتکم به کمالات میرسند. ثم تنفخ فيها الروح، بعد از آن در ویها روح ها را دمیده میشوند. فانتم ترون الارض كيف تكون قادحه ثم تحيا بما نبت فيها، پس شما نیز میبینید که زمین را چه خیلی یعنی که قادحه، یعنی خشک، قاحله، قحل گفته و خشک میبینید. كيف تكون قاحلة أي مجدبة خشك، ثم تحيا باز زنده میشود بما نبت فيها، بسبب آن چیزی که اون نباتاتی که روی دیگه هستند در روی زمین. نعم. الله جل وعلا هو الذي يحيي الأرض بعد موتها، الله عز وعلا جل وعلا ذات است که وی زنده میگرداند زمین را بعد از مردنش. و من آیاته انك ترى الأرض خاشعة، بعضی از آیات پروردگارت این است که تو زمین را میبینی خاشعتا یابستا جدبه، خشک. فاذا انزلنا عليها الماء، وقتی که ما برای اون زمین آب را
میریزیم، یعنی باران را نازل میکنیم. اهتزت، زمین ببینید که در حرکت میدراید. به چی؟ زمین میجنبد، یعنی که به همون نباتات زمین جنبونده میبراید، کفانده. و ربت، بلند میشود. و انتفخت، لأن النبت إذا بدأ يظهر ارتفعت إلى، چون که همون نباتات وقتی که برآمدن میگیره زمین برام کردن میگیره تو کفیده نشه و کفیده میبره. برای میگه که ربت به معنی بلند میشه. ان الذي احياها لمحيي الموتى، بدرس اون ذاتی که انا همون زمین مرده را زنده کرد، او چی است؟ چه ذات است؟ محیی الموتى، مرده ها را زنده میکردگی ذات است. انه على كل شيء قدير، همانا هر آینه او به تمام چیز توان است. فالذي قدر على احياء الارض بعد موتها، همون ذاتی که قادر است به زنده گردانیدن زمین را بعد مردنش. قادر على احياء الاجسام بعد موتها، نیز قادر است به زنده گردانیدن جسم ها بعد از مردنشان. لان الكل احیاء بعد الموت، زیرا که همه یعنی زنده ان بعد از مردنش. و من الادله على البعث، و بعض از دلیل ها نسبت زنده شدن بعد مردن، انه لو لم يكن هناك بعث، همین است که اگر آنجا میگوید زنده شدن بعد مردن نباشد، مثال میارم، لازم ان يكون خلق الناس عبثا، بعد خلقها را آفریدنشان یک بیکار و بیهوده میشود. حيث انهم يعيشون، آنجا که ایشان زندگی میکنند. منهم المطيع المتقي المؤمن بالله و رسوله، از دون این مردم ببینی کسی است که اطاعتگر و تقوادار و مؤمن به الله و رسولانش میباشد. و منهم الكافر الملحد، از دون این ببینی کافر و ملحد است و زندیق است و جبار ظالم و متکبر و العاصی عاصی. كلهم يعيشون، همش زندگی میکنند، ثم يموتون، همش میمیرند. دون ان ينال هذا المؤمن شيئا من جزائه، نه اینکه این مؤمن مردگی نائل شود یک چیزی از اجر و پاداش است. او ینال هذا الكافر، یا که نائل گردد این کافر، و هذا زندیق زندیق، و هذا ملحد که ملحد، و هذا طاغیت متجبر، این تجاوزکاری ظالم علی الناس، برای مردم ظلم و ستم میکرد. دون ان ینال جزاء، یا که دون ان ینال جزاء، بدون اینکه اینم چیز جزاش گیرد. فهل يليق بالله ان يترك الناس هكذا، آیا با الله لایق می آید که مردم همین طور ترک بکنند؟ دون ان یجازی اهل الايمان بایمانهم، بدون اینکه چیکار کند اهل ایمان به سبب ایمانشان مجازات بکنند، پاداش و مکافات بدهند. و اهل الاحسان باحسان، که اهل احسان به احسانشون. و اهل الاجرام والكفر باجرام و کفر، یا که اهل جنایت و اهل کفر با جنایتشون و با کفرشون پاداش ندهند. هذا لا يليق بحكمة الله سبحانه، این به حکمت الله سبحانه و تعالی طور نمیگیرد. ولهذا قال، برای خاطر این است الله سبحانه و تعالی فرمود، چی فرمود؟ ولله ما في السماوات و ما في الارض، از آن الله هست آن چیزی که در آسمان هست و آن چیزی که در زمین است. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى، تا اینکه چیکار کند الله سبحانه و تعالی پاداش بدهد، جزا بدهد کسانی که اساءوا، کارای بد کردن، بما عملوا، طبق اون عملی کردگیشون. و یجزی، همچنین جزا پاداش بدهد الذين احسنوا، کسانی که احسان کردن بچی بالحسنى. اساءوا اون کسانی که عمل المعاصی، کارهای معصیت کردن. بالحسنى بالجنة، جنة شو میگه. هذا لا يكون الا في يوم القيامه، همه اینها فقط در روز قیامت میشه.
وكذلك في قوله سبحانه وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. آیا گمان میکنند کسانی که اجترحوا السیئات ای اکتسبوا السیئات المعاصی، آیا گمان میکنند کسانی که کسب معصیت کردن، کاری معصیت کردن که ما ایشان را قرار میدهیم، یعنی که معامله میکنیم با اونها کالذین آمنوا، مثل اون کسانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته کردن، سواء محیاهم و مماتهم، زندگی و مرگ اونها یکسان باشد، یک خیل مرن یک خیل زندگی کنن. هم خلاص یعنی حال استوون مثل یا خیل است. ساء ما يحكمون، اگر همین خیل گمان میکرده باشند ساء ما يحكمون ای قباحت است، بیزیب است. ما يحكمون حکمهم باستواء الفریقین، فهمیده؟ چی بده است اون حکمی کردن، مراد از اون حکمتشون جای هر دو فریق یک خیل است. زندگی ما باید یک خیل باشد، مسلمان هم خیل زندگی کنند در این دنیا، کفر هم خیل نه. در دنیا باید که مسلمان کفر دیده قدر و قیمت و ارزش، اهل کتاب باید هم. اگر این خیل نباشد، اگر برای چی به جناب پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که از پیش شما یهود آمد فاضطروه الی ذقه، او را مجبور کنید به جای ذیقی راه بزنید. اینا البته همش به فرمان یعنی که راهبر میشود. این همه خودش دلالت کرده است که یا که شما به اهل کتاب به کافرها سر نکنید سلام دادن. همینا یعنی قانون است که فرق بین ما و بین اونا. اگر کسی گفت که ما برابر هستیم، برابر حقوق هستیم، این خطا. ساء ما يحكمون. وقال سبحانه وتعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. آیا ما قرار میدیم کسانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته کردن همچون فسادکاران در روی زمین، یا که قرار میدیم متقین ها را همچون فجار المخالفین لأوامر الله. فجار کیان؟ اون کسانی که مخالفی فرمانهای الله می باشند. وقال سبحانه وتعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا. آیا بس شما گمان میکنید که ما شما را همچون بیهوده آفریدیم، همچون بیهوده آفریدیم، و انکم الینا لا ترجعون، و شما به سوی ما برگردانیدن نخواهید شد. وقال سبحانه وتعالى ایحسب الانسان ان یترک سدى. آیا انسان گمان میکند که او را بیهوده پرتافته میشود؟ ای حملا لا یؤمر ولا ینهى، نه او را امر کرده میشود و نه منع کرده میشود. ولا یحاسب، و حساب کتاب نیست، نه هم خیلی. الم یکن نطفه من منی یمنى. الم یکن نطفه، آیا منی نبود؟ نطفه رو من رسول بکن من بیان کسی من منی یمنى، یعنی از آبی بود که یقذفه الرجل، او را برآورده میپرتاید بتدفق و بشه همتون نه معقولا نیست متفاوت به شهوت و به لذت میبرانه بخورد. یمنى ای یقذف فی رحم المرأة، او را پرتافته میشود در بچه‌دان زن. ثم كان علقة، اون انسان علقه بود، دما جامدا، خونی لطبسته بود، خونی خشک بود. فخلق قدر اعضاءه، اعضاش شکو کرد، مکمل کرد. بله بس هم رفته بعد Abramov's, ez zapsi Abramov's. Ja w kursie tam, my cię ty poговорим.
نعم. فخلق فسوى يعني قدر أعضاءه، يعني تمام عضوهای او را چی مقدر کرد، راست کرد. فسوى ای او را در نکوترین صورت برابر کرد. فعدله في احسن صورت. سوا برابر کرده نگیم، سوا یساوی تساوی، عدله في احسن صورت. فجعل منه الزوجين، از همان دو جفت را برقرار کرد، آفرید. الذکر والانثى، نرینه و مادینه. الیس ذلك بقادر على ان یحیی الموتى، آیا همون ذات قادر نیست به زنده گردانیدن مرده ها؟ ورد على الكافر الذي قال، رد کرد الله سبحانه و تعالی اون کافر را که گفت من یحیی العظام و هی رمیم، کیست با اون ذاتی که چیکار میکرده است استخوانها را زنده میکرده است حالا که اونها چی هم پوسید و کهنه شدگی هستند، رمیم پراکنده شدگی. بقولی قل بگو یحییها الذی انشأها، همون ذاتی که از نیستی همون استخوانها را پیدا کرد، انوه اول مرته او بار یکم ایجاد کرد همون ذات. و هو بكل خلق علیم، به تمام خلق دانا است او الله سبحانه و تعالی، از ابتدا و از اعاده و میداند الله تعالی. الذي خلق لكم من الشجر، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر، همون ذاتی که برای شما آفرید از درخت سبز. اینو نومی درخت بودن که وما شجرة المرخ والعفار، نوم درخت مرخ والعفار. يسحق الاول على الثاني، یک شده دویمش میسفتی آدم، هر دوش تره، یک شده یک دیگرش میساوی و هما خضروانی، هر دیمون درخت با سبز بودن. یخطر منهم الماء، از هر دو با آم میبرد اگر جفی او را. فتنقدح منه النار باذن الله، از همون آتش با گرام میشه من الشجر خضرا. فاذا انتم منه توقدون، بعد میبینید که شما از همون درخت تر گرام میکنید. ای تقدحون و توقدون النار، هر معنی آتش گرام میکنید. من الشجر، از درخت. با شما یعنی چیکار میکنید؟ از همون آتش گرام میکنید، بعد دیگه چیزا رو به همون چیکار میکنید؟ میسوزانید. از همون درخت تر شما آتش گرام میکنید، دیگه درختای خشک میسوزانید. الذي قدر على اخراج النار المحرقه من الشجر الاخضر الرطب، همون ذاتی که قادر شد به برآوردن آتشی سوزاننده را از درخت سبزی تر. الذي قدر على هذا، همون ذاتی که قادر شد به همان على هذا. الا يقدر على احیاء الاموات، مگر قادر نمی باشه به زنده کردن مرده ها. و من ادله البعث، بعضی از دلیل های بعث، زنده شدن بعد مردن. الاستدلال بخلق السماوات والارض، دلیل آوردن است به آفریده شدن آسمان ها و زمین. والذي خلق هذه المخلوقات الهائلة العظيمة الكبيرة قادر على ان يعيد الانسان، همون ذاتی که آفرید این مخلوقات هائله. هائله چی بود؟ بزرگ، نعم عظیم بزرگ، همون کلام. قادر است على ان يعيد الانسان، دوباره انسان زنده کند.
لأن القادر على الشيء العظيم يقدر على ما دونه من باب أولى. زیرا موضوعاتی که چیزای بزرگند که آفریدنش قادر باشد از اون میدره، یعنی ایجاد کردنش یا که دوباره زنده کردنش از طریق اولا، از باب اولا قادر است. قال تعالى الله تعالى فرمود أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. آیا همون ذاتی که آسمان ها و زمین را آفرید قادر نیست على أن يخلق مثلهم که مثل همونها بیافرد؟ بله قادر است، او خلق آفرنده است، العلیم دان است. وقال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هر آینه آسمان ها و زمین آفریدنش بزرگتر است از آفریدن مردم، ولی اکثر مردم نمیدان. یعنی برای الله یکو فرق داره همینو. هم تو تصور کنید چه مثال میگه آدم راست کردن، میگه اینا رو راست کردن مشکل است. خدا همین مشکلی که من راست کردم خود برای ما مخلوقات مشکل است. فهذه أدلة البعث التي تثبت أن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور. اینها دلیل‌های بعث بودن، یعنی زنده شدن بعد مردن. چنان دلیل‌هایی که اثبات میکنن که الله سبحانه و تعالی از کسانی که در قبر هستند زنده میکند و انه یجازی کل عامل بعمله، که اون ذات مجازات میدهد، یعنی پاداش میدهد، جزا میدهد هر یک عامل را که عملش این خیرا فخیر، اگر نیک باشد به نیکی و اگر کان شرا فشر، اگر بدی باشد بدی. فلیکفر الکافر، کافر کفرش کردن گیرد بر دوام باشد. وليفسق الفاسق، فاسق کردن گیرد. و الزنديق والملحد، همچنین زنديق و ملحد. فإن أمامه البعث والنشور والجزاء والحساب، البته در پیش او منتظری چی است؟ زنده شدن بعد مردن، نشور از قبرها برخیستن، جزا دادن، حساب کردن. اما المؤمن التقي، اما مؤمن تقوادار الذي يعبد الله را عبادت میکند و يتقرب الى الله، با الله نزدیک میشه. فإن عمله لن يضيع، چنین کس عملش بهوده در هوا نمیرد. فإن هناك موعدا يوفيه الله فيه عمله، یک وعدگاه است که یک وقتی معین است که در موقع الله سبحانه و تعالی عمل او را به پرگی و زیاد کرده الله به میدهد و یضاعف له اجره، اجرش دو چند کرده میدهد و یعطیه ما لم یقع فی ظنه و حسبانه. به او چنان چیزهای عطا میکند که واقع نشده است در گمانش و در اینم پینداشت، یعنی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، همه خیلی چیزش میدهد که در خاطرش حتی نامده که ما همین امروزی. و صلی الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما مزیدا.